من با وکیل مجلس نمایندگان اولی همچون وکیل نروم، من از خودش هم بذارم، از همین دولتش هم، از همین کرسی پارلمانتش هم، اگر همین لازم باشد اینو با. لیکن همچون جوامرد من قدردانی کنم، من تنها برای خاطر ملت جان کن سودم، نه برای خاطر نفرانی که دست به جنایت های بسیار افراط زدگی هستند در کرسی پارلمان هستند. تنها کار اینا خوردن است و بردن است و گرفتن و تصدیق کردن هر یک قرار غیر قانونی هایی که اینا پیشنهاد میکنند. من بار دیگر تکرار میکنم که اگر رئیس جمهور پسرش امام علی رحمان در خدمت کنه، من پسری من خدمت میکنم. بار دیگر تکرار میکنم، من نورالدین عیفم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات بارها من این مسئله برداشته بودم. بارها من گفته بودم که نفرها بی‌طرفانه باید نکنن. این آدم دزدی در کمیساریات حربی با گروه های مخصوص جنایت پیشه سالهای سال علاقه ادامه داره. من نمیدونم با کدام طرز و اصول. من بارها گفت زده بودم، بار دیگر تکرار میکنم. محمود اودینیف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان وقتهای اخیر از فشار مقامات علیه او و خانواده‌اش بسیار میگفت. متاسفانه این مخصوص بود که این پیام بود برای نامزدی من، پیام مخصوص. من نوشتم که قربانی، اگر برای نر قربانی است گفتم، اگر خوانده باشد، اگر قربانی خواهید همون برای نر منم. اگر شما با منصبدارا همین لازم باشد، اگر دیده دونسته پیش من با واسطه فرزندای من گیری، اگر مخصوص فرزندان من به سیاستی خودتون خوش کنید، اینش از اختیار از خودتون است. من هم پگه میتونم میدانداری کنم اگر شما در همین لازم باشد. пайвандони маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби социал демократии тоҷикистон аз боздошту бозпурсии наздикону хешовандони ӯ аз сӯи мақомот хабар доданд. мақомот вазорати корҳои дохилӣ ин иддаоро беасос медонад. роҳбарони ҳизби социал демократии тоҷикистон мегӯянд ки то ба ҳол дар ин замина маълумоти дақиқе пайдо накарданд. се рӯз боз аз одинаев дарак нест ва афроди наздик ба ӯ гуфтанд намедонанд ӯ ҳоло дар куҷо қарор дорад. бас кунед ин кори, ин махсус аст. من در حصار رسم اولاد کلانترین دارم، زیاده است 5000 به من به حزب سوسیال دموکراتم من میدانداری کردم میتونم، چون که بارها میدان دادم. من از میدان اینا نمیترسم، تنها به خاطر اون میدان میبرم که این جنایت ها آشکار شوند و تمام دنیا داند که در تاجیکستان کی و 40 روز میبرد. محمود اودینیف چند روز پیش در صفحه فیسبوکی خود از رستم امامعلی شهردار دوشنبه خواست که به همایش اعتراضی در نزد قصر پرزیدنت اجازه دهد. با اشارات اودینیف از جانب مقامات رسما واکنش نشده است، ولی از سوی ظاهرا ترول‌های جانبدار حکومت هدف هجومی لفظی قرار گرفت. خبرنگاران از تیوی تلاش کردند تا با خود اودینیف تماس گیرند، اما شماره گوشیش خاموش است، هرچند فیسبوکش آنلاین است و پیام‌هایش خوانده می‌شوند، ولی به زنگ‌ها و پیام‌های فیسبوکی پاسخ نمی‌دهد. معمولاً مقامات انتظامی بعد از بازداشت فعالان شهروندی تلفن‌های آنها را مصادره کرده روشن می‌گذارند تا ببینند که ها با فرد بازداشت شده در تماسند. ба гуфтаи наздикони маҳмурод одинаев рӯзҳои ахир мақомоти пулис шуморе аз пайвандони ӯро ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ҳисор даъват намуда бозпурсӣ карданд. ما 29 سال داد زدیم، فیغان کردیم که نمیخواهیم هیچ کس به دادی ما نرسید. ما باید نشان دهیم به عمل که هر چیزی را که ملت نخواهد اون نباید شود. بس ما دیگر باید راه ندهیم که دیگر یک شیر نری دیگر رو برای نابود کنند. ما باید پشتیبانش باشیم، ما باید در برش باشیم. ای چی میترسیم دیگر؟ هم یک بار اومدیم یک بار میریم انشالله. برادران خیزین، چی با نگاه میکنی؟ هیچ کس نگاه نکنند. بس هایم قطاقه کاسه هم پرکش شود لبریز میشد. ما هم لبریز شدیم. خیزه برادرو نگاه نکنیم. او برادر همچون برادر حقگو بود. به نام الله اینمی من پگاه دیگه بلیت میگیرم میپرم میرم. نیکی اون برادرم رو کمک کردن در کره. طرف نمونه برادر عزیز. میتینگ در کره میتینگ میکنیم.
چی گپی در کوشام میکنیم. به خدا قسم اگر همین روز گوان که 2 روز پس یا 3 روز پس جمع میشیم یا در مسکو یا که در تاجیکستان، به خدا قسم بلیت میگیرم، نمیشه قرض کرده بلیت میگیرم میرم تاجیکستان. به طرف نمونه برادر عزیز، خیلی گوزنه تو که این نقابی بیناموسی را از سر خود نمیبرداریم. الله جان ما را یک بار داده است یک بار میگیره.